در تیزر منتشر شده برای قسمت جدید سیب ممنوعه میبینیم که یلدیز با خواستگاری از کمرو رو انگشت به دهن میکنه، به نحوی که میبینیم یلدیز میره سراغ خانواده عمر و اونا رو برای خواستگاری از کمرو برای عمر آماده میکنه و به همراه عمه عمر و دختر عمش با کلی تشریفات وارد خونه دوآن میشن و در حالی که کمرو از دیدن یلدیز و عمه عمر شوکه شده بود، یلدیز خطاب به کمرو میگه من اومدم تو رو برای عمر خواستگاری کنم و اگه تو واقعا با عمر رابطه داشته باشی با عمر ازدواج میکنی و به این خواستگاری جواب رد نمیدی. اون موقع است که منم بعد از ازدواج تو و عمر از چاتای طلاق میگیرم. کمرو هم که واقعا همه نقشه هاشو با این حرکت زیبایی یلدیز برباد رفته میدید، نمیدونست چیکار کنه. اما در قسمت دیگری از این تیزر میبینیم که آرزو هم تبدیل به دشمن دوآن شده و به همین خاطر برای زمین زدن دوآن دشمن خونی دوآن یعنی سامی اندو رو پیدا میکنه تا با کمک سامی اندو دوآن رو نابود کنه.